خاطرات سربازی آقای کاویانی. بله. بفرمایید آقا. سال 1950 بله بفرمایید. از فراشبند اعزام شدیم به 05 کرمان. بله. اونجا 2-3 روز موندیم، دیدیم کافرت نبینه، موندنی نیست. خب. با یه بچه بندر عباسی بله. رفیق شدیم. همین یواشا گفتم میاد دریم بریم، اونم ناراحت بود، گفت که آره بریم. چطوری بریم؟ گفتم میری توی نیست. آقا شبیه فرار کردیم از سیم کاردار اینا، فرار کردیم رفتیم سواشیم، رفتیم بندر عباس. 3 سال تمام بندر عباس من شاگرد بنده بودم، نه خونمون میفهمید کجام نه دولت میفهمید کجام. ترس. کلا تو زندگی 3 روز رفتی سربازی. بله. مرد آقای کاویانی است که کلا 72 ساعت سرباز بوده و حالا نیان ببرن آقای کاویانی. الان درجا ببرن. نه دیگه میگه سرباز شاهی بوده، به کار نمیخوره. مؤید و پیروز باشید آقای کاویانی.